درود دوستان، این درخت ها همشون سوختن. اوضاع وحشتناکه اینجا. تمام خونه ها سوختن، هیچی نمونده براشون. سیالیسی کار میکنیم. درود، اینجا گیلان امامزاده ابراهیم شفت هستش. پریروز تو آتش سوزی کاملا سوخته. عزیزم این پایین هم مغازه بوده، اینا کاملا سوخته است. اون رو به رو امامزاده ابراهیم. خسته نباشید، لایوه. دوستان هنوز از توی آواره‌های خونه ها دود بلند میشه، انگار بعضی جاها هنوز کامل خاموش نشده. میدونی چند بار میشه نه دولت چیکار میکنه؟ دولت ضرر کرده. مردم واقعا آواره شدن اینجا. بله اینم برای آتش نشانه که سوراخه. دقیق نمیدونم، گفتن از یک نونوایی شروع شده، حالا نمیدونم واقعا. اینجا هنوز داره دود بلند میشه. درود دوستان، شفت گیلانه. دیروز تو آتیش سوخته.
شیمه اتاق نیست چادر میاد چادر رو زیر بده عزیز دلم بگرم کلا زندگی های ما خواب هیچی بیرون نیاورد اصلا تماما سوخت هر چی نه. داشتید و هیچی نداشتید. بدن رو الان میاد اون لحظه ای که آتش گرفت یه چیزی افتاد تو درون من میخواستم بمیرم نه پدر دارم نه مادر دارم خدا رحم کرده پشت بهت. ندارم پشت من خالیه هیچی بیرون نیاورد خودم هفته 2 بار دیالیز میکنم بعد بیاد جای ماشین یه سری وسایل بهتون بده. بله بله یه خود پایین تر یه سری کمکی خب بیا مرا آوردین. ببر دیگه ببریم و چند دقیقه بیا وایستا. چشم فیلممو بگم چشم میارم خدمت. برو بیا چشم من اینجا هستم چشم الان چشم باشه بیا. آره با هم. مشخص نیست عمدی بوده یا غیر عمد بوده دوستان. این شیشه ها رو ببینید. کرسی و مغازه. اینا مغازه بوده قبل. بعد بیا اینجا سیگار خانم بهتون نشون بده. ببینید دمای چی کار میتونه بکنه. این سیگار همه خوشگر رو میتونه بله چشمای زیادی داره. بریم بیام فاجعه بزرگیه. شفت گیلانه دوستان. الان اینجا مردم سرپناه ندارن واقعا هیچی ندارن. ببینید دود رو میبینید از داخل خرابه ها هنوز دود داره میاد. بله بله گیلان. تیر چراغ برق. Ziyan, siz o halini bile fırlandım eder. بله خیلی اوضاع وحشتناکیه اینجا. ببینید این پایین همه مغازه بوده خونه بوده. دوستان این از این ساختمان هنوز دود بلند میشه. بارونم شروع شده دوستان سرپناه ندارم. اینجا خونه ها چوبی بوده
بعد اینکه میگن از یک نونوایی شروع شده و همه به هم متصلن دیگه، یکی آتیش گرفته بقیه با هم دیگه. اینم امامزاده ابراهیم. نمیدونم، امیدوارم دولت یه فکری کنه براشون. واقعا تعداد کمی هم نیستن. این حیوان رفته این زیر. سلام. خلاصه اوضاع خیلی بده اینجا. امیدوارم چادری براشون تدارک دیده باشم برای شب، حداقل بیرون نمونم. آره واقعا قلب آدم به درد میاد. این منطقه واقعا دردناک بود. تمام دار و ندارشون رو در یک شب از دست دادم. بریم داخل ببینیم. کافه بوده انگاری. آره دوستان، اینجا انگار کافه بودن. اینم گلاشون که سوخته. وای خیلی دردناکه واقعا. دیگه من نمیتونم تحمل کنم. ممنون دوستان. بله ایرانه. الهی متاسفانه. دوستان ممنون که در این لایو همراه هم بودید. تا درود دیگر بدرود دوستان. قابل توصیف نیست. قابل توصیف نیست. کاملا یه خرابه به جا موند از این روستای زیبا. امیدوارم که مسئولین کمک کنن به این مردم. واقعا گناه دارن به خدا.
تا درود دیگر بدرود دوستان.